22 خرداد ماه ساعت 7:40 پنجشنبه است. میخوایم بریم یه ولاگ رانندگی از رشت تا لایجان بگیریم. الان گلباغ نمازی نزدیک گلسار شد. این بولوار خرمشهر رو با انصاری رو یادم نمیاد گرفته باشم، گفتم اینجا ولاگ باشه. اینجا تقاطع گلباغ به بولوار انصاریه. سمت راست ما میره میدون گلسار، سمت چپ ما میره، ما بلد نبودیم بریم اونجا وایسیم، آقای تاکسی را بلد. سمت چپ ما میره سمت انزلی میدون فرزانه. میخوام برم پنجشنبه بازار زیبا کنار و خشک بیجا رو بگیرم. این لایجان خیلی وقت ولاگ نگرفتم، من یه لایجان برم برگردم، اون مسیر کیاشهر برم. خیلی وقت مسیرم نمیخوره، هم با ما همراه باشه. الان این چراغ قرمز، این چراغ قرمز این ور کار طولانیه. پنجشنبه ادارات تعطیله، مدارس که تعطیل بود، دن خرداد ماه هم تعطیل شده باشه 22. همه پلاک 46ه، پلاک غریبه هم نیست. هر کی داره میره فکر کنم داره سر کار دیگه، همشون تک سرنشینه. سه روز خیلی گرم شد. یه روز رستم آباد بودیم واقعا گرم بود. شنبه هم تعطیله به خاطر عید قدیر. مسافر زیاد اومد. یه روز ما روزگار بودم رستم آباد بلا غریبه خیلی داشت می اومد. رشت البته تعطیلات زیاد شلوغ نمیشه، خاطر اینکه بافتش داخل شهرش این داره، ولی برای مسافر جذاب نیست، پارک و اینا هست. مسافر دنبال طبیعته، به عشق ماسال و ماسوله و ایلاقات و سرسبزی و دریا و اینا میاد. مثلا همین داخل رشت اونقدر شلوغ نمیشه. شهرداری ما دیشب بودیم واقعا شلوغ بود. ساعت 11:30 شب. ولاگش حتما ببینید تو پلی لیست شهر رشت میذارم. حالا نمیدونم این ولاگ زودتر میذارم یا اونو. اگه دوست داشتین ببینید چه خبر بود حتما نگاه کنید. قیامت بود. یعنی بولوار انصاریه. این چراغ قرمزه از این سمت چپ داره میان، از گلسار میان. کجای گلسار رو من یادم نیست. بولوار دیلمانه، بولوار ننوشته. من تا الان این مسیر رو نرفتم. ببخشید یه خورده کم انرژی صحبت میکنم، فعلا تا این لودش هم یه خورده طول میکشه. تمرکز کردیم کسی به ما نزد.
میدون فرزانه است. نماز دادم داره با من گاز میده. این میدون فرزانه است، مستقیم میره انزلی، این برم که بلوار خرمشهر. این بلوار خیابون نمایشگاه ماشین معروفه دیگه، دو طرفش از یه جایی باید شروع میشه، فقط نمایشگاه ماشینه. کامیون زیاده، تریلی و کامیون ها، بخاطر جاده که از انزلی میاد میخوام برم به سمت تهران، مجبورن از این ور بیان دیگه. میدان امام حسین و نیردریایی اینا میاد، نیردریایی جاده تهران بخوام برن، مثلا همین جاده همیشه پر کامیون این هست. الان صبح باز البته 2 تا کامیون بیشتر نیست، در تازه اینجا کامیون زیاده. من 50 تا دارم میرم، شاید دوربین نشون میده زیاد داریم، آمپرم به 50 هم نرسید، عجله که نداره. اینجا تقاطع غیر همسط موتوری همجور داره میاد، تقاطع غیر همسط جانبازان، یه اسم دیگه هم داره نمیدونم اینجا دست راست الان میره به سمت شهرداری و میدون فلسطین و تختی و اون سمت مستقیم که میره نیرو دریایی امام حسین توشیبا. ما هم سمت چپ میخوایم دور برگردون رو دور بزنیم بریم سمت لایجان و لنگرود. بلاگ لایجان تا چابکسر گذاشتم، طولانی میشه و این جدا بود، قبلا هم گذاشتم اصلا. امروز قرار میخوایم از کوچه اصفهان اینا بریم داخل شهر کوچه اصفهان و آستانه هم رد بشیم، واسه همین ممکن طولانی شه. اینجا رو
مواظب باشین، خیلی بد میان. داشت من تا الان ندیدم تصادف بشه کاره. یه روز داشتم میرفتم، صبح بود، تا 7 اینا بود، اونجا داشتم مثلا این لاین میرفتم با همین 60 اینجا یه دونه موتوری جلوی ما، یه دو سنگک دستش بود زیر بره اونور، یعنی من حواسم نبود، زده بودم اینو با اون سنگک پخش کرده بود. انتظار نداریم موتوری یهو بره زیر پل، نه راهنمایی، نه اشاره‌ای، نه گوشه‌ای، وسط. اینجا آجبیشه بهش میگن، جانبازان آجبیشه. تو قبلا دو سه تا بریدگی داشت، بریدگی ها رو بستن. ترافیکش کمتر شده، و ترافیک هست تو الان سر صبح پنجشنبه که داریم تو وای نمیشه، تمام این دور برگردان این چند تا رو بستن. این یه تیکه راستای لوازم یدکی و مکانیکیه، البته راستای دیگه هم هست مثل طرف نیرو دریایی یا مثلا اول جاده فومن. یا بین جهاد و یخزادی اینا اونجا مکانیکی چیز زیاده، ولی یه تیکه هم هست. معمولا اونایی که با سابقه اینجا نیرو دریایی. شهرستان رشت، ولی چندمین بار توضیح میدم، شهرستان رشت شامل چند تا بخش: بخش کوچستان، بخش دشت نشا، بخش سنگر، بخش پیربازار و چیز، و بخش مرکزی. دوش بخش دیگه باشه ولی بخش رو من یادم دارم. بخش چند تا بخش مجموعش میشه شهرستان. شهرستان رشت شامل این بخش هست. خود شهر رشت کلان شهره، واسه میگن کوچستان جز رشته، جز شهرستان رشت، جز شهر رشت نیست. دیگه امروز جا میدن شما میگین آستانه 25 تا، لایجان 35 تا. واسه همین تا این حدودا همه پلاکشون 46، ایران 46.
خاصی نداره اینجا، همین یه تیکه بیشتر مبلمان و ایناست، فرش و مبلمان و اینا. اونا نه تمرکز زیاد، ولی اکثرا نمایشگاه بزرگ اینجا چون یکم خارج شهره، چون محدود سرعت 95 داره، ما داریم 70-80 تا میریم. من خیلی اینجا رو برم 90 تا میرم، خیلی برم معمولا 90 تا میرم، نه اینکه رو آروم برم 70 تا 80 تا، معمولا اینجا 90 تا میرم. این دونه 14 تا. جاده شلوغه، اینا هر چی می‌بینی یعنی 46 الان مسافران یا بیدار نشدن یا وارد نشدن فعلا، یه ساعت 2 ساعت دیگه اینجا کلا شلوغه. تنها که راه اصلی رشت به شرقه، یه راه دیگه هم از سنگر داره، براتون بلاگشو گذاشتم، اون راه هم هست. من دسترسی اصلی اینه، راه دیگه هم از انزلیه که دورتره، یا اصلا خشک بیجار به لشت نشا و خمام، لشت نشا خشک بیجار حتما میره به آستانه اشرفیه. دو سه تا مسیر هست ولی اصلی ترینش اینه. یه دونه هم از رودبار هم داره، حتی از رودبار میری با دیلمان بیای شاه شهیدان. دیگه پنجشنبه بعد از ظهر میشه، رشته اصیل مثل ما مال شرق گیلان هم دارم میرم مثلا ولایتشون اینا، این بر شلوغ میشه. کلا خروجی های رشت توی پنجشنبه بعد از ظهر و جمعه مثلا ورودیاش اینا شلوغه. خود رشت جمعه خیلی خلوته، بلاگ رانندگی همون اکثرا جمعه است، واقعا روزهای دیگه نمیشه رانندگی کرد. یه بلاگ نیم ساعته رو شد، یه ساعت 2 ساعت ما ترافیک بایستیم. سرعتگیر داره اینجا دیگه، بکنم محدودی به چسبان شروع میشه. میبینیم پیکان دمپای ابری برید، حالا اومد تقدم با این پرید آلبالی بزنه مقصرونه. دیروز
با تعریف کردم دوستان قانون نمیدونن هم تو تغییر لاین باشون رانه‌ها بزنیم مگه یک ماشین وایسر نباشه. این لغت هم خلاف کرد. میبینی شلوغه ببخشید من دست خودم نیست غور نزنم واقعا اعصابم خراب شد. اینجا حالا بهتون نشون میدم اینجا ورودی بازار مال فروشان کوچه اصفهانه. اینجا نوشته بازار دام میبینین اینجا بنر هم داده نمکی تشکر کردن. اینجا روزای یک شنبه و چهارشنبه ولاگ پنج شنبه است. من یک شنبه اومدم اینجا ولاگ گرفتم دوباره یه تیکه ولاگ گذاشتم اگه دوست داشتین نگاه کنید. بازار مرغ و جوجه‌شو جمع کردن جاشو بردن یه جا دیگه من نتونستم پیدا کنم. البته کاربندی هم می‌خوای بریم. اینجا ورودی کوچه اصفهانه. این دست چپ کمربندیه اینم که میره داخل شهر خوشه‌های طلایی. اینجا شهر عرقجات گیاهی هم هستش. همون زکریا معروف. یک شنبه بازار و چهارشنبه بازارش الان میریم جاشو بهتون میگم. واقعا اینجا قشنگ و پرشوره. واقعا کیف میکنی. واقعا نماد یک بازار گیلانیه. تو 3 جا مختلفه. حتی 4 جا 5 جا دیگه. یکیش که این دامه همزمان یکیش مرغ و جوجه هست میشه 2 تا. این هم 3 بخشه. یه بخشش هم مثلا خانم‌های روستایی و اینا سبزیجات و اینا میارن. سبزیجات اینا میدن. یه بخش هم میوه و تره باره. یه بخش دیگه میوه تره بار است ولی خشکبار و لباس و اینا قاطی قاطیه. این میدون اصلیشه. بازار ماهی فروشان دست چپه. دست راست میره سنگر. این داغ کرد خاموش شد. این میدون اصلیه. رفتیم بولوار رو دور زدیم. این دست راست ما الان میره تو کمربندی و رشت نشا و اینا. مستقیم که ما رشت اومدیم الان به میدون رو دور میزنیم. میبینین جاده سنگر و تهران. این بازار هفتگی اینجاست. پیاده رو این خانم الان کجا رفت؟ تاکسی وایساده. این بر یه بخشش این بره یه بخشش خانوما الان دست چپه. خانمای روستایی وایسن. یه کولر گرفتن یه خورده دوربین خنک شد. تابستون خورده دماش زود بالا میره بعد خودش خاموش میکنه. مثلا این مجبوری هم بذاری خنک شه هم باتری چیز کنه چند دقیقه. معمولا از کمربندی شما میایین. معمولا که 90% چون داخل شهر الان میگه پنجشنبه است خلوت بود. یعنی اینجا ترافیک رو کمربندی دیگه راحت تره. اینم میدون از اون بمشه آخر دیگه. آخر افچ اصفهان دست راست میره سنگر به سمت رشت بخوام برن. اتوبوسا و کامیونا و اینا دیگه داخل شهر سمت رشت نمیان. از همین سنگر بزنن میرن.
لولمان هم آخرین شهر رشته که جز شهرستان رشته. پلیس‌های لولمان معروفه دیگه. خود لولمان هم بازار هست، فکر کنم چهارشنبه بازاره. میخوام بیام بلاک بگیرم، بزرگ نیست، کوچیکه، ولی به هر حال بازار محلی هر کدوم یه مشکلی خاص خودش داره. این بازار کوچه اصفهان من توصیه میکنم حتما ببینید. واقعا یه سلامی هم به آقا مصطفی علیزاده بکنیم. کوچی میگه کوچی، اینا کوچه اصفهانی هم میگن کوچی. کوچی عزیز، همیشه لطف محبت دارم. امروز پنجشنبه است، من میخوام برم هم زیبا کنار هم خشک بیجار، اونا اون برن دیگه. من اول ویدیو گفتم لایجان چون معمولا با خانم و بچه میام نمیشه اینجوری توضیح بدم اینا. یه من رامو دور کردم یه بلاگم برای شما ضبط کنم. تقریبا 3-4 ماهی میخوام بیام، وقت نمیشه. امروز هم خلوت جاده، خلوت اینجوری شلوغ باشه. اینم پلیس‌های لولمانه. چارده داره، الان میریم بهتون نشون میدم مسیرشو. من خودم نرفتم، ازش کلیپ دیدم. این ماهیگیرا چون بس میشه به سپید رود، مثل که هر کی میخواد کولی گیری کنه و ماهیگیری و چیز کنه میاد چارده. این من همه جا اسم چارده رو نشنیدم، این پیجای ماهی فروشی. داخل شهره، تابلوی محدودیت سرعت ورودی شهر 95. الان دقت نکردم. اینم شهر لولمان. اینجا میاین هم احتیاط کنین، پیرمردینا از بولوار میپرن یا هر کوچیکیه. چارده میبینین تابلوشو، اون بالا نمیشه چارده. از پیس هم راهنما زده L90 موتوری اصلا نگاه نمیکرد، زده بوده. و اونم داره فاش میده، اون راهنما زد بدبخت. موتورش بیمه هم نداره، پلاک قدیمیه، 100% بیمه داره. از اینجا کمربندی آستانه شروع میشه. جاده بازه و تو معمول جا وای میزنم با دوربین جا وایساده. تا 7 صبح من اومدم هست. آستانه اشرفی هم که دیگه
برنج و بادومش معروفه دیگه، بادوم، فلفل سبز، تراب سفید، بیشتر خاک آبرفتی داره واسه سپید رود. مثلا توش هرچی میکارن در میاد، کشاورزیش واقعا عالیه. من این مسیر اومدم از چابکسر تا رشت میکنم حدود 120 کیلومتر باشه، 130 برای من نزدیکتره تا مثلا از این ور به تالش. تقریبا میگم مسیرشون یکم مسیر انقدر دیر به دیر شاید 10 بار رفتم، 12 بار یا بیشتر یکم. من این مسیر رو هفته یه بار حداقل دارم میرم، حداقل. محدودیت سرعت دوربینم 95 شد، میانگین هم میزنه اینجا. قبلش که دقت کردین یادم رو بهتون بگم میانگین میزنه، یعنی به اینجا ترمز بزنی فایده نداره. اونجا آروم برو، از اول آروم. بعدشم جاده بیان قشنگی هم خود جاده خرابه، منظره سرسبز که هست. رستوران خیلی داره کبابی اینا. بعد تا چند سال پیش بود مثلا غروبا شبا می اومدی اینجا کلی ماشین جلوی کبابی ها پارک بود، مشغول بودن. الان میای شب میای خلوته دیگه، شخص مردم نمیکشن. ما خودمون کارمندیم، هم من کارمندم هم خانومم. 97 98 99 1400 حداقلش مثلا 5 6 بار، حداقل 5 6 بار مثلا بیرون غذا می‌خوردیم. اون واقعا نمیشه، تو 5 6 بار مثلا دو نفر میری بیرون غذا می‌خوری، حداقلش 700 تا، حداقلش 700 تومن غذا میشه. واقعا نمیشه دیگه. مثلا همین خلوتی این کبابی ها و رستوران ها یه علت نیست. میگم باز من و خانومم مردم کارمندیم، مردم خیلی یه نفر
کمربندی آسانه، ولی اصلش کمربندی دیگه از اینجا شروع میشه، چون داخل شهرش از چیزش جدا میشه. ما میریم تو شهر، رو میریم پل. قبلا بلاگشو گذاشتم، دوست داشتین نگاه کنید. جاده رشت و چابکسر رو گذاشتم، یا رشت دایجان هم گذاشتم پیچ اسلامی، ولی توضیح ندادم اینجوری. یا مثلا چیز آستانه هم توش گذاشتم، رانندگی تو آستانه. میریم از داخل شهر. مامورم وای میسه. یه بار خدایش من ناحق گرفت، 70 تا داشت، یه داشت 50 تا، من 70 تا گرفت، 70 تا داشت. دانشگاه آزاد چیز اینجاست، آستانه و دادگستری اگه اشتباه نکنم. آستانه دوشنبه و پنجشنبه بازار داره، اون ولاگای اونم گذاشتم. یه بازار مرغجوج هم داره، جداست. کلا شهر مذهبی دیگه، مذهبی ترین شهر. البته نه از نظر مردمش ها، منظور مثلا چیز دیگه، برادر امام رضا اینجا دفنه، سید جلال اشرف، مثلا بهش میگن آستانه اشرفیه. یه حساب کتاب کنین، مردم فومن مذهبی ترن مردمش، مثلا تو اعیاد و مراسمات و اینا خیلی با شکوه و شلوغ. اینجا اونجوری نیست. منم به خاطر آیت الله بیجت یا مثلا چیزش همینجوری هست، من باز نمیدونم، ولی این میدون میخوره به لشته نشا بخوای بری از این میدون دست چپ، میدون سپاهی پاسداران شهید نادره، ناجم رو عجله داره، چپ نکنه. این پولو میبینی، این کنارش یه پارک ساحلی هم داره. از آستانه هم ولاگ زیاد گذاشتیم، اما این شهرها رو ما تو پلی لیست جدا جدا میذاریم، دوست داشتین نگاه کنید. راست چپ که میره بندر کیاشهر و انزلی، راست هم میره دوباره این کمربندی وصل میشه. ما مستقیم داخل شهر کنیم بریم. ما تا اینجا آمده نگاه آمد. چیکارت کنیم؟ میخواد بکنه. این بولوار بکنم هستش، بولوار معینه اگه اشتباه نکنم. این استاد معین فرهنگنامه معین رو نوشتن، مقبره شون هم اینجاست، این دای همین بولوار.
بازارچه پشت حرم هم جالبه، اونجا بادوم و اینا برشته میکنن، صنایع دستی از سفالی و چرا نمیزنید؟ کلش کرده تو مغازه میبینی اونجا همینجوری آروم هم دازه میره، یهو نمیشه. مقبره دکتر معین دست چپ ماست، اینم میدون دکتر معینه. سمت راست هم که میره کمربندی، ورود کامیون ممنوع. نیسان نمیخواد بولوار رو دور بزنی، آقا کنین شما اصرار داره که از راست ما بیاد. این بازار جلالی هم خیلی باحاله. اگه ولاگ قدم زدن شبانه تو چیز ما رو ببینین، داستان اشرفی، این بازار جلالی هم سر زدیم، خیلی باحاله. بازار میوه طلبانه. این خیابون یه مدت یه طرفه بود، بعد دوباره کردنش دو طرفه، بعد دوباره میکننش یه طرف. چیکار میکنم؟ آقا به این گشادی یه طرف چرا؟ الان باز پنجشنبه شده، این تاکسی ها اینجا قوقا میکنن اینجا. اینم مقبره سید جلال اشرف. این بازارچه پشت حرم هم هست، اومدین حتما یه سر برین یا ولاگشو نگاه کنید. باله، بازارچه بالیه، باویشگاه اینا دارن، جگرکی. اینجا محرم خیلی شروع میشه. اشرفی هم شهر به نسبت بزرگیه، اونم اندازه لایجان باشه یا یکم بزرگتر. خانم دارم میره اردو. این میدون آخر آستانه از میدون امام حسین بهش میگم. خیلی این میدون خطرناکه. حالا ببینید با اینکه سرعتگیر داره، واقعا این میدون خطرناکه. این میدون تو کروندی اون که دیگه اصلا افتضاحه واقعا. مثلا شما هر جو حساب میکنی خیلی موضوع بهت نزنن، یه تیکه به قول چه یه لیگ دیگه است. دست راست که میره رشت، ما چپ میریم سمت لایجان زیبا. اینجا اصلا عجله نکنین، چه خبری هم نیست. ببینین یورو وای نسد.
اسکات تو دارم میام حالت هم نداره. از اینجا دیگه جزو باسکیوگرابه، چه شهرستان لایجان، روستای باسکیوگراب. شرق گیلانی های فوش دارن، نفرینه تقریبا. خب مثلا مثل بیستاب میمونه، مثلا میگن فلان چی بیستاب مصفم بل کرد سنگی، مثلا میگن بیستاب فلان چی بیستاب، میگن سیاه چیز، مثلا میگن سیاه ماشین مثلا. ها مثلا نه ماشین سیاه، عصبانی هم میگن سیاه. این سیاه کوچه رو دیدی؟ این سیاه کوچه رو داشته باشین. سیاه کوچه مثلا میگن سیاه ماشین، یعنی ماشینی که مثلا خراب زیاد میشه یا مثلا شانس نمیاره، ماشین 20 تا این سیاه کوچه هم من میام بیاد مادر خانم رو اذیت میکنم. سیاه کوچه به قول یه همکلاسی داشتیم مال سومسرا بود، الان دندونپزشک، داشت میشه گیلکی رو تحلیل میکرد، میگفت مثل انگلیسی صفت میاد اول، مثلا میگن همین سیاه کوچه یا مثلا سرخ جول، لب قرمز، چیز لپ قرمز، جول سرخ اول میاد مثل گیلکی. یا مثلا اینجا جاده سیاکل میره، یکی از جاده های لایجان به سیاکل اینجاست. اینم پل سیاکله. اینجا سعی کنیم آروم بگیم، خبری نیست، سر داره. اینجا یک کبابی چلسی داره، این برادرم مشیری هم هست. چلسی رو میبینین کباب متری داره. اگه مسیرتون شرق بود وقت نداشتین برین رودبن و اینا، خواستین کباب متری بخورین، اینجا گزینه خوبی. قیمتش ارزون نیست، اونم نیست ولی خوبه، هر توراییه دیگه. اونجوری بی کیفیت هم نیست، منظورم که برای اینکه رودبن نرید. اینجا هم یه دونه سرلا میبینی نیسان کجاست. اینجا میدونه میفروشی همیشه میوای فصل منطقه رو داره. آلوچه اینجا نداره، اینجا داره. شروع میکنه تا وقتی که آخرین آلوچه بیاد. انبه یا ازگیل، همون ازگیل اونو داره. داشتم راجع به دوستم با همکلاسی میگفت ده، مثلا انگلیسی حرف تعریف ده هم داره، یه ده ماشین، ده نمیدونم یه چی، یه ده هم میذارم برش. ده منظورش اون ده نیست، یه چیزی یه دونه همین چیزی. میخوان نام ببرن، مثلا میگم یارو سر سفرهش مثلا کلی غذا بود، این ورودی لایجان سلامی چون بوی خوش چای کلوچه. این میدون ابریشم الان گذاشته اسم چای، مردم میگن چای. راهنما یادم رفت مثلا میگن غذا چی درست کردن، میگن ده قیمه، ده نمیدونم مرده فسنجون، ده این ده مثلا این کلامه. اینجا تالاب حاجی آباده، این تالابیه مثل دوره سخت، مثلا دورش پیاده روی اینا تازه درست کردن. امروز امتحانه، اینا مسافرن، امروز کنکور هم هست. حاجی آباده، دادگستری و تقریبا مکانیکی و اینا. بقول این یکی از سابسکرایبامون میگفت معدن درست نیستش، بورس امیرگاه و اینا.
لایجان خیلی گذاشتیم. من خانمم لایجانیه، اکثر تایمام لایجانیم. همین لایجان خیلی میذاریم، واقعا هم قشنگه. شهرهای گیلان همشون قشنگن، همشون جای بکر دارن، طبیعت قشنگ دارن. انزلی و رشت و لاهیجان، رشت هم باز مثل رشت قشنگ هست ولی جای دیدنی مثل چیز نداره. خود شهرش ها، خود شهرش شهر اصلا لاهیجان چیز رشت. این میدون انتظام بهش میگن. از راست میره طرف بازار عاقلیه و کمربندی داخلیش، دست چپ هم میره بیمارستان پیروز و کمربندی اصلی. ما هم که طرف میریم میدون چای. میدون چای ما این میگفتیم چون سازمان چای همجاست. شاید بس چون محلی آدرس میگیری میگی میدون چای، منظورش اینه، نه اون میدون. اون میدون ابریشم برعکس کردنش. این میدون چای در خانم آدرس میگیریم میگم که میره میدون شهدا، اسم خیابونش هم با شهدا باشه. داشتم میگفتم انزلی و لایجان واقعا داخل شهرشون دیدنی و قشنگه. انزلی واقعا قشنگه. شهرهای دیگه طبیعتشون قشنگه، مثلا شما فومن میری یا ماسوله حالی چیز داره. خود شهرش مثل لایجان مثلا بام سبز، شما هر تایم شب بری استخرش هست. خودم انزلی شب نرفتم ولی دوستان گفتن شب انزلی هم زود مثل تعطیل میشه، به جز من آزاد خبر ندارم. تو شبش معمولا زود خلوت میشه. این ساندویچی کبیر معروف لایجان کتلت و نون بربریه. اونجا بود یادم رفت بگم نشون بدم. سوغات لایجان علاوه بر چای و چیز کتلت و نون بربری هم هست، خیلی خوشمزه است. حتما امتحان. این میدون شهدا، مرکز شهر لایجان. امیدوارم که از این ولاگ لذت برده باشین. ببخشید بر زیاد میزنیم، مثلا دست خودم نیست پشت فرمون میشینم، نمیگم خودم 100% رعایت میکنم، سعی میکنم برای کسی شاید مزاحمت و حادثه نکنم. نمیتونم ساکت باشم یا مثلا نبینم بگذرم، دست خودم هم نیست. شما به بزرگواری خودتون ببخشید. امیدوارم که لذت برده باشین. لایک و کامنت و حمایت هم فراموش نشه. فقط از ما تعریف کنید. اینم بانک ملی. هر چیزی که به ما کمک میکنه شما بیشتر لذت ببرین بر ما بنویسید. اینم خیابان انقلاب، اینم باغ ملی بهش میگم، پارک داخل شهر. ما این بصیرت دور میزنیم بریم مرکز. روزتون هم بخیر باشه.